سمع، شنیدن یکی از صفاتهای الله متعال است. دلیل ما این است که استعیذ بالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. یگان چیز نیست که مثل الله باشد، یگان مخلوقات نیست که مثل الله باشد. در این آیت لیس کمثله، لیس مثله، مانند نیست. در این آیت اگر نگاه کنیم معنای حقیقی این است که مانند الله، فرض کنید که یعنی که الله و مانند دارد، مانند الله را در این آیت نفی کرده ایستاده است. لیکن در اینجا معنای کنایوی قصد کرده ایستاده است که مثل در اینجا نفی نیست، در اینجا مثل را نفی کرده ایستادن. هنگامی که ما مثل را نفی میکنه، مثل مانند هم نفی میشود. الله یگان مانند ندارد که تا اینکه مانند او مانند داشته باشد. در اینجا یک معلوماتی بلاغوی هست که در اینجا قصد چی است؟ کنایه هست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله هر چیزی که دیده می شود و شنیده می شود الله می شنود. وقتی که ما شنیدن میگوییم برادران و خواهران عزیز، کسی که شنوا هست به گوش محتاج است، یا که به یک معیار باشد که صدای مخاطبش به وی رسد. که این وصفهای مخلوق است، وصفهایی که ساخته شده هستند و وصفهای ما هست که وصفهایی که حیوان ها هست، وصفهای پرنده ها هست که برای شنیدن گوش داشته باشند، برای شنیدن یک مسافه معین داشته باشند. لیکن وقتی که ما شنیدن میگوییم و این شنیدن، صفت شنیدن را که مشترکی لفظی هست، این صفت یعنی که یک کلمه شنیدن را گرفتیم به انسان، به حیوان استفاده بردیم و شنیدن را گرفتیم به الله استفاده بردیم. لفظ هر چقدر مانند هم باشد معنا مانند نیست. معنا مانند نیست. الله برای شنیدن به گوش و به این چیزها، به مسافه و دیگر چیزها محتاج نیست. الله متعال.